ولی من به عنوان یه خانم حتما از مکمل کراتین استفاده. چطورین؟ به اپیزود اول باورهای غلط بدنسازی قسمت کراتین خیلی خوش اومدین و قراره که چند تا دلیل مصرف کراتین رو برای خانم‌ها بررسی بکنیم که آخرش از همه مهمتره. با من هیچ مقاله علمی وجود نداره که نشون بده مصرف کراتین باعث حجم گرفتن غیر طبیعی بدن خانم‌ها میشه. پس مصرف کراتین فقط مختص به آقایون نیست. حالا که میخوندم نوشته بودش که بدن خانم‌ها با توجه به ارگونومی که داره 70 تا 80% کراتین کمتری رو ذخیره داره. به همین دلیل باعث میشه که خانم‌ها نیاز بیشتری به کراتین داشته باشن. میتونه 3 تا دلیل داشته باشه. یکیش رژیم غذایی متفاوت، دومیش تغییرات هورمونی و کلاً هورمون‌های متفاوتی که خانم‌ها نسبت به آقایون دارن و مورد سوم توده عضلانی کمتری که بدن خانم‌ها نسبت به مصرف کراتین حتی برای خانم‌ها خیلی واجب‌تر و مهمتر از آقایون هست. یعنی انرژی بیشتر، تمرکز و حالت روحی بهتر، ریکاوری عضلات بهتر و در نهایت مود فوق‌العاده. این مصرف کراتینمون رو همزمان با انجام تمرینات قدرتی مقاومتی داشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ باعث میشه هم قوی تر میشیم و هم عضلات خیلی با کیفیت تری میسازیم. عزیزم اگر که ویدیومو دوست داشتی خیلی خوشحال میشم که لایکش بکنی و برای همه دوستای بدنسازت بفرستیش، چون که خیلی قراره بهشون کمک کنه عضلات خفن‌تری بسازن و ما دختر خیلی خفن‌تری تو آینده داشته باشیم. لطفاً چنلم رو سابسکرایب کن چون که خیلی ویدیوهای خفن‌تری تو راهه. دوستتون دارم.